میدونی وابستگی همیشه از عشق نیست و از عشق نمیاد. در بیشتر مواقع از درون اون ترس‌های قدیمیمون میاد. ترس از دست دادن، ترس تنها شدن، ترس از دست دادن فردی که احساس میکنیم تمام دنیامون توی اون یک دونه فرد خلاصه شده. هر بار که نبودش یه خلایی رو درونم احساس میکردم. شده بودم مثل یه آدم معتاد، یک آدم سیگاری که چند ساعت نتونسته سیگار بکشه و نیاز داره به اون سیگاره. همونقدر بیقرار بودم. یعنی من هر باری که پیام میدادم و این جواب منو نمیداد، من داشتم از نگرانی میمردم. هی میگفتم این کجاست، حتما یه چیزی شده، نکنه مرده باشه، در حالی که اون داشت فیفاشو بازی میکرد. اصلا تو فکرش هم نبود که یه منی وجود داره. نشون میرفت، به همه کاراش میرسید. یعنی من اینور تو یه حال خیلی عجیبی بودم که تا حالا تجربهش نکرده بودم. رو میدیدم یه هفته هی مسیج، عاشقمه، دیوونمه، هی با هم میریم بیرون، این ور اون ور. بعد از یه طرف یه دفعه از هفته بعدش میدیدم هیچ خبری ازش نیست. آخه مگه میشه؟ برات وقت گذاشته میرید بیرون، مگه میشه هیچ خبری ازش نباشه؟ حتی جواب مسیجاتم نده. من هی با خودم کلنجار میرفتم، هی میگفتم چه اتفاق افتاده؟ یعنی من کاری کردم، من یه حرفی زدم، یه کاری کردم که ناراحت شده. حتی داشتم سعی میکردم درکش کنم. همیشه این سوالها راجع به آدم‌هایی که بخوای بپرسید چرا رفتن، چرا این کارو کرد، در اغلب موارد هیچ جوابی و هیچ پاسخی نمیتونی واسهشون پیدا بکنی. ممکنه یک مسئله خیلی پیچیده‌ای درونشون باشه که نتونستن هنوز اونو بیانش بکنن یا بخوان راجبش حرف بزنن. موقعی که مسیج میداد انگار دنیا رو بهم داده بودن. دوباره یه لبخند ژیگونی میومد روی لبامو و اینطوری بودم که انگار نه انگار که یک هفته نیستش و خبری ازش نیست. دقیقاً مثل یک اصطلاح روانشناسی، وابستگی احساسی. یعنی اینکه مغز شما یک انسان رو به عنوان دوپامین میبینه، بهتون مهربونی میکنه، انگار به مغز شما یه جایزه میده. و موقعی هم که سرد باهاتون برخورد میکنه، مغزتون وارد یک اضطراب خیلی شدیدی میشه. دقیقاً مثل آدم‌های معتاد و کسایی که اعتیاد دارن. من هیچ مرزی در اصل برای خودم نداشتم و هر چی که اون میخواست میگفتم اوکی باشه، هر طوری که تو میخوای. در حالی که مرز گذاشتن یعنی به خودت همون احترامی رو بذاری که به بقیه داری میذاری. مرز گذاشتن یعنی ارزشمند بودن و ما باید در تمامی روابطمون با همه انسان‌ها یک مرز مشخص رو حتما داشته باشیم. موقعی که من این جمله رو خوندم دقیقاً مثل یک سیلی خورد تو صورتم و یه لحظه به این فکر کردم که چقدر من خودم رو فراموش کرده بودم و خودم رو به چه روزی انداخته بودم. مگه ارزش داره این همه اضطراب، این همه حال بدی؟ قبلا هر موقع که جوابمو نمیداد سریع میرفتم سرچ میکردم، میگفتم که چرا یه مردی وقتی دوست داره جوابتو نمیده؟ الان این شکلیه که سریع یه کافه جدیدی رو پیدا میکنم و یا خودم تنهایی یا با دوستان پا میشم میرم و لذتشو میبرم. میدونی چرا؟ چون الان دیگه فقط دنبال آرامش و حس و حال خوب خودم هستم. برای خودم مرز گذاشتم و خودم تو اولویت قرار دادم. وابستگی یعنی وقتی عشق تبدیل میشه به اضطراب، اما علاقه یعنی که وقتی عشق تبدیل میشه به رشد. تو توی وابستگی خودتو گم میکنی، اما توی علاقه و عشق خودتو تازه پیدا میکنی. این اولین قسمت از ایمو وایبز بودش. سعی کردم درونش از پادکست ها، کتاب ها و اصطلاحات روانشناسی که خونده بودم و همه رو جمع آوری بکنم و در قالب یک داستان کوتاه بتونم اونا رو براتون بیان بکنم و این اولین قسمتش بود. و اگر شما خیلی دوست داشته باشید و استقبال بکنید اینو ادامه خواهیم داد و در موارد دیگه در موضوعات خیلی متفاوت تری اینو با هم صحبت خواهیم کرد.